مادر رو بردن خونمون به زور که آرایش با چشم بسته با من انجام بدیم. ماده باز نکنی ها. نه من فیلم تو گوشی من باز کنید حیثیت تو میبرم ها. خب کانسیلر بردار. ماده به خدا من روژ برداشتم. روژ روژ قرمزه. چرا باز کردی؟ یعنی چی؟ باز کردم؟ نه بوش کردم. مگه من مثلا تو جرزم پلن. ولی بعدی کانتور یعنی چی؟ من کانتور نمیزنم. پیدا کردم. میخوام اینو بزنم. من واقعا نمیدونم چی. خدا چی شد من با یگانه عزیزی رفاقت کردم؟ چی کار کردم؟ ولی بعدی سایه چشم. سایه پیدا کنم. روژگونه. چی؟ آره دیگه. این چی هم منم یه چیزی برداشتم. درش بازه. من اصلا معلوم نیست چی دارم میزنم. یه چیز گردیه درشم باز. بریم حالا روژ. من یه چیزی پیدا کردم. من هی بیوتی بلن خطاشش هم بکشیم ستون. نه خدا 2 3 ماده این الان میره. چطور خدا این ویدیو رو نبینید. آره لایک و کامنتی نذارید. اما بگید که آرایشکی بهتر شده بود. اینو حتما بگید. خدا نگهدار. خدافظ.